به نام یاد خدا و با عرض سلام و وقت بخیر. امروز سه‌شنبه ششم جدی سال 1390 خورشیدی است که برابر می شود با 27 دسامبر سال 2011 میلادی. نخست سرخط چند خبر مهم. حزب نام ملا محمد عمر رهبر گروه طالبان از فهرست تروریستان تحت تعقیب FBI. دست داشتن سازمان‌های استخباراتی کشورهای منطقه در حمله انتحاری بالای مطلب بیگ در تخار و افزایش میزان خشونت‌ها در برابر خبرنگاران در افغانستان. من اورانوس مصمم هستم. اداره تحقیقات فدرال آمریکا یا FBI نام ملا محمد عمر رهبر گروه طالبان را از فهرست تروریستان تحت تعقیب این اداره حذف کرد. FBI در حال نام رهبر گروه طالبان را از فهرست تروریستان تحت تعقیبش حذف می‌کند که مسئله مذاکره با طالبان و ایجاد دفتر سیاسی مخالفان مسلح دولت افغانستان برای آغاز گفتگوهای صلح از بحث‌های داغ محافل سیاسی در افغانستان است. چند روز پیش از این اقدام FBI، جو بایدن معاون باراک اوباما رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا نیز گفت که طالبان دشمنان آمریکا نیستند و آمریکا به خاطر مبارزه و از بین بردن شبکه القاعده به افغانستان نیروی نظامی فرستاد. حمله انتحاری بالای عبدالمطلب بیگ نماینده مردم تخار در مجلس نمایندگان توسط سازمان‌های استخباراتی منطقه سازماندهی شده بود. وزیر امور داخله با اظهار این مطلب میگوید دولت افغانستان برای ردیابی عاملان پشت پرده این رویداد به گونه جدی عمل خواهد کرد. در حمله انتحاری روز یکشنبه در شهر طالقان مرکز ولایت تخار به شمول یک عضو مجلس نمایندگان 20 غیر نظامی کشته شدند. محمد قاسم نصراللهی گزارش می‌دهد. بسم الله محمدی وزیر امور داخلی کشور در رأس یک هیئت دولتی شامل جنرال محب الله معاون وزارت دفاع ملی، محمد عابل معاون ریاست دفتر معاون اول ریاست جمهوری، شاه عالم امیری معاون ریاست عمومی استخبارات وزارت امور داخله، امیرجان ادیب معاون ریاست امور نظامی روابط بین‌المللی وزارت دفاع ملی برای بررسی حمله انتحاری روز یکشنبه در شهر طالقان که بیش از 20 کشته بر جای گذاشت وارد ولایت تخار شدند. آقای محمد سازمان‌های استخباراتی منطقه را در سازماندهی این حمله دخیل می‌داند اما از کشور خاص نام نمیبرد. وزیر امور داخله میگوید مخالفان مسلح با ترور شخصیت‌های بانفوذ قصد دارند دولت افغانستان را تضعیف کنند. هر قدم دستای جنایت بزنند اما آزادی‌خواهی و قتل مردم، لعنت و نفرین اونا به خود بالاتر از لعنت و نفرین مردم چیزی را به خود کمایی نکردند. هم دین خود خراب کنند هم دنیای خود. باید تاکید کرد که برای شناسایی عاملین پشت پرده این رویداد باید تحقیقات لازم صورت گیرد. یکشنبه هفته جاری یک مرد انتحاری با هدف قرار دادن عبدالمطلب بیگ عضو مجلس نمایندگان افغانستان در شهر طالقان با شمول وی 20 فرد ملکی دیگر را نیز به کام مرگ فرستاد. در این رویداد نزدیک به 50 تن دیگر زخمی شدند، اما با گذشت 2 روز از این رویداد مسئولیت این حمله را هیچ گروهی بر عهده نگرفته است. شورای اجتماعی ولایت‌های شرقی کشور از طالبان و حزب اسلامی می‌خواهد که دفتر سیاسیشان را در افغانستان به ویژه در ولایت ننگرهار ایجاد کنند. این شورا امروز در نشست خبری در کابل از دولت خواست اگر طالبان پیشنهاداتشان را بپذیرند دولت باید برای آنها ضمانت جانی بدهد. این شورا از دولت می‌خواهد که کسانی را به عنوان اعضای شورای عالی صلح برگزیند که برای هر دو طرف قابل پذیرش باشند. خشونت در برابر خبرنگاران در افغانستان افزایش یافته است. دیدبان رسانه‌ها در تازه‌ترین گزارشش میگوید که در سال روان 80 مورد خشونت علیه خبرنگاران در افغانستان به ثبت رسیده که در مقایسه با سال 2010 میلادی 38% افزایش را نشان می‌دهد. بر بنیاد گزارش این نهاد بیشتر این خشونت‌ها از سوی مقام‌های حکومتی صورت گرفته است. شرح بیشتر از راضیه کشتگر سربری. دیدبان رسانه‌ها سال 2011 را سال دشوار برای فعالیت رسانه‌ای در افغانستان می‌داند. مسئولان در این نهاد می‌گویند که در این سال 80 مورد خشونت با خبرنگاران توسط این نهاد به ثبت رسیده است. ما در سال 2010 میلادی 58 مورد خشونت را ثبت کرده بودیم که در حال حاضر امسال 80 مورد به ثبت رسیده و دقیقاً 38% افزایش را نشان می‌دهد.
این خشونت ها 3 مورد قتل، 6 مورد جراحت، 2 مورد بازداشت، 33 مورد لطکو به خبرنگاران را در سراسر کشور در سال 2011 میلادی در بر میگیرد. در این سال بیشتر خشونت ها علیه خبرنگاران و رسانه ها از سوی نهادهای دولتی صورت گرفته است. مواردی که از جانب منصوبان دولت در برابر خبرنگاران صورت گرفته 49 مورد هست. مواردی که از جانب طالبان در برابر خبرنگاران صورت گرفته 9 مورد هست. مواردی که از سوی نیروهای ناتو مستقر در افغانستان صورت گرفته 4 مورد هست و مواردی که از سوی افراد ناشناس که هویتشان تثبیت نشده که آیا طالب هستند یا منصوبان حکومت افغانستان 18 مورد هست. گسترش ناامنی ها، عدم پاسخگویی مقام های دولتی و عدم مجازات خطاکاران از سوی نهادهای مسئول از عوامل اساسی خشونت علیه خبرنگاران در کشور عنوان می شود. از سوی دیگر مشکلات عمده خبرنگاران در افغانستان ناامنی، عدم دسترسی به اطلاعات، نبود مقرره اشتغال و برخی موارد دیگر عنوان می شود. آمریکایی‌ها اجازه نمیدادند که پلیس افغان وارد به اصطلاح اون محوطه شود. همین باعث شده بود که پلیس افغان خودش یک مقدار ناراحت و عصبانی باشه. و حتی یکی از قماندان ها که من نامش نمیبرم به خبرنگارا را به عنوان سگ خطاب کردن که بسیار بسیار عمل زشت بود و همین باعث شد که پلیس های دیگه در همون منطقه یک مقدار گستاختر شوند در مقابل خبرنگارا. عدم دسترسی به معلومات است. فکر میکنم همه خبرنگارا با این مشکل مواجه هستند. اکثریت وقت ما به خاطر توازن گزارش نظر از برخی نهادهای دولتی نهادهای دیگر را ضرورت می داشته باشیم، اما متاسفانه با بسیار تماس ها اینا حتی به تلفن‌هاشون جواب نمیتن و اگر جواب میتن با بهانه‌های مختلف حاضر نمیشن که به سوالای خبرنگارا پاسخ بدن. مؤسسه حمایت کننده رسانه‌های آزاد در افغانستان از دولت و نهادهای کمک کننده رسانه و کشورهای کمک کننده می‌خواهد تا در حمایت از خبرنگاران قرار گیرند و نگذارند که معاملات سیاسی مانع آزادی بیان در کشور شود. بقیه خبرها از کشور را پس از وقفه کوتاه دنبال کنید. افغان بیسیم با ارائه یک اندیشه تازه توانست برای برقراری یک ارتباط معقول طرح جدید 2.99 افغانی را پیشکش مشترکینش نماید. شرکت مخابراتی افغان بیسیم نخستین مکالمه تلفنی را به افغانستان آورد و اکنون افغان بیسیم با پیشکش 2.99 بسیار ساده 2.99 افغانی فی دقیقه هر زمان به هر شبکه در افغانستان. بسیار ساده. ستاره 299 علامت نمبر بسیار آسان. با پیشکش 299 در هر گوشه افغانستان هر وقت و هر قدر خواسته باشید صحبت نمایید. ساختمان‌هایی در حال اعمارند که شهر کابل را رنگی دیگر و رونق بیشتر می‌بخشند. مکان‌هایی که رویاها را به واقعیت تبدیل می‌کنند. مکان‌هایی که زندگی را ترقی می‌بخشند. با اونکس پیشرفته‌ترین شرکت ساختمانی در افغانستان خوش آمدید. سازنده آپارتمان‌ها و دفاتر با استانداردهای جهانی در سطح کابل. جایی که فناوری و آرامش خاطر با هم یک جا گردیده تا مکانی برای زندگی راحت و سرشار از خوشی‌ها را برای شما به ارمغان بیاورند. در یک کلام ساختمان‌های اونکس مکان برای زندگی ایرانی سرشار از آسایش و سهولت می باشند که به شما تجربه باور نکردنی را هدیه می دهند. اونکس ارمغان آورنده فردای بهتر. آرزوها را واقعیت می بخشد. یک دقیقه عمر کلان یک دقیقه عمر پیش می آورد سرف اکسل با فرمول متخصص لکه‌گیری که لکه های مانند چای و کچپ را در یک دقیقه پاک می کند. سرف اکسل داغ را در یک دقیقه پاک می کند.
هتل صافی لندمارک با امکانات کاملا مستریح در سطح بین المللی، اتاقهای یک نفره، دو نفره و 3 نفره هتل صافی لندمارک با زیبایی و آرامش کامل. حالا یک فرصت استثنایی 35% تخفیف مخصوص اتاقهای یک نفره. رستوران شامیانه با انواع غذاهای داخلی و خارجی با سیستم بوفه. محیط متفاوت کافی شایسته با انواع نوشیدنی‌های سرد و گرم. رستوران عربی موروکن ویو با انواع غذا و قیلون عربی در بام صافی لندمارک. چشم برای مقدم گرمتان هستیم. آدرس کابل جهاره انصاری، هتل صافی لندمارک. یک دقیقه عمر کلان، یک دقیقه عمر پیش می آورد سرفکسل با فرمول متخصص لکه‌گیری که لکه های مانند چای و کچپ را در 1 دقیقه پاک می کند. سرفکسل داغ را در 1 دقیقه پاک می کند. باز هم خوش آمدید. 6 جدی برابر است با سال روز اشغال افغانستان توسط ارتش سرخ شوروی وقت. درست 32 سال پیش در چنین روز ارتش سرخ خلاف موازین بین المللی در همکاری با حکومت کمونیستی وقت وارد افغانستان شد و 9 سال و 10 ماه و چند روز این کشور را در اشغال داشتند که سرانجام در نتیجه جهاد و خیزش مردم افغانستان با شکست روبرو شدند. آگاهان میگویند ورود نظامیان شوروی به افغانستان پیامدهای ناگوار و اثرات منفی را بر جا گذاشت که تا اکنون مردم از آن رنج میبرند. در تاریخ افغانستان 6 جدی سال 1358 خورشیدی با عنوان روز اشغال افغانستان از سوی ارتش شوروی پیشین ثبت شده است. اما 6 جدی را میتوان روز دانست که ارتش سرخ در افغانستان رسما وارد عمل شد و در نخستین اقدام این نیروها حفیظ الله امین رئیس جمهور وقت در قصر دالمان کشته شد. افغانها در حدود 11 میلیون انسان خود را به تکالیف روانی و تکالیف فکری که ناشی از جنگ در افغانستان راه اندازی شده بود به بار آورد و سوی دیگر افغانها 25,000 انسان را در اثر ماین‌های جابجا شده از دست داد. کودتای 7 ثور سال 1357 خورشیدی سرآغاز فاجعه بود که تا امروز ادامه دارد. در 6 جدی سال 1358 درست 32 سال پیش از امروز سوسیال امپریالیسم شوروی پیشین با همکاری حکومت وقت افغانستان را از طریق ولایت‌های شمالی از هوا و زمین مورد تجاوز نظامی قرار داده وارد جنگ نابرابر با افغان‌ها شدند که میلیون‌ها افغان بیگناه را به خاک و خون کشیدند و تا امروز از پیامدهای آن رنج میبرند. وضعیت جهانی جنگ سرد و مو خود روی ضد خارجی یا ضد تجاوز مردم افغانستان و همون افکار دینی که داشتن و با باز اونا مشدت برخوردی که صورت گرفت در افغانستان این باعث شد که افغانستان تبدیل بشه به یک قبرستان عمومی از یک طرف برای متجاوزین، از یک طرف هم برای خود مردم افغان، شهدای خود مردم افغانستان. بزرگترین جفایی که در مقابل مردم افغانستان صورت گرفت این مسئله بود که بعد از برآمدن نیروهای شوروی از افغانستان جهان فراموش کرد. تا امروز که امروز است ماهی مسئله دولت این مسئله در جامعه جهانی بیان میکنه و این تجربه تلخی که داره این تجربه به تمام امور افغانستان روابط افغانستان سایه افکنده. این واقعیت است. روزها پس از اشغال افغانستان در نخستین اقدام حفیظ الله امین رئیس جمهور وقت را در قصر تاجبیک دارالامان از بین برده و به حکومت 100 روزه وی که از آن به عنوان شدیدترین دوران اختناق یاد می شود پایان دادند و جناح پرچم حزب دموکراتیک خلق به رهبری ببرک کارمل به قدرت رسید. حدود 110,000 نیروی لوای چل شوروی 9 سال و 10 ماه و چند روز در افغانستان جنگیدند و قصد داشتند یک نظام سوسیالیستی را در منطقه از طریق افغانستان حاکم سازند. اما این حرکت سیاستمداران شوروی سابق در کنار حمایت شمار اندک از افغانها با مقاومت گسترده مردم افغانستان روبرو شد. تا کنون هر قدر که شما می‌بینید که انمی بوران دامن زده می شده و انکشاف پیدا میکنه، امی آغاز از این در واقع از می وقتی که روس‌ها به افغانستان آمدن، یعنی پیامد تجاوز روس‌هاست که تا حال ما هنوز هم میبینین هر روز یک تعداد هموطنان ما به شهادت میرسن به هر بانی که شده.
سرانجام پس از نزدیک به 10 سال قشون سرخ شوروی وقت مجبور به ترک افغانستان شد و میگویند وقت جنرال گروموف فرمانده نیروهای شوروی در افغانستان به عنوان آخرین فرد ارتش سرخ افغانستان را ترک میکرد، در لبه مرز دقایق رو به افغانستان ایستاد و در زیر لب چیزهای با خود گفت که هرگز در تاریخ افشا نشد. اما آنچه که هنوز از این کشور نرفته جنگ است. جمال فرید، تلویزیون آریانا، کابل. و اینکه آلودگی بیش از حد هوای کابل نگرانی های جدی را برای مردم ایجاد کرده است. بیماری های تنفسی به بدترین شکلان صحت باشندگان این شهر را تهدید می کند. دکتران می گویند که با آمدن فصل زمستان مردم بیشتر از مواد سوخت غیر معیاری و مضر استفاده می کنند که بر علاوه آلوده شدن هوا باعث بروز امراض سرطانی می شود. اداره ملی حفاظت از محیط زیست به این باور است تا زمانی که کمبودی ها در سیستم زیربنایی کشور رفع نگردد این چالش ها همچنان ادامه خواهد داشت. این شهر کابل است که فضایان را دود و غبار آلوده ساخته است. شهری که در جمله 10 شهر آلوده جهان به شمار می رود. محیط زیست آلوده و ویژه هوای آلوده مشکل است که باشندگان شهر کابل را با بیماری های زیاد مصاب ساخته است. شمار از این باشندگان میگویند که نسبت عدم دسترسی به وسایل پیشرفته مجبورند برای گرم ساختن هوای خانه هایشان از چوب، تیل و حتی مواد فسیلی استفاده کنند. آنها از دولت میخواهند تا در این مورد کارهای اساسی را روی دست گیرد. آب هوای کابل خب برای کل معلوم است بسیار زیاد آلوده است. دود موتراس و خاکباد و گردباد البته از طرف شو که برای خبیخی اصلا آدم در مسافه دمتری خودم راه رو دیده نمیتونه. هوای کابل بسیار خراب شده، باعث مریضی های زیاد میشه، دود و غبار. دکتران در این شهر نگرانی مردم را تایید کردند. میگویند که شمار زیاد نسبت آلودگی هوا در موسم سرما و بیماری های تنفسی مصاب میشوند. با گفته آنها در شمار بیماران سیستم تنفسی افزایش به عمل آمده است. دکتران میگویند اگر به این مشکل توجه جدی نشود مردم با تهدید روبرو خواهند شد. از اینکه در فصل سرما هستیم و شهر کابل یک شهر آلوده بدبختانه تلقی میشه، تعداد زیاد از امراض مختلفه من جمله امراض تنفسی دامنگیر هموطنان ما و خصوصا اطفال میشه. بعض مشکلات تنفسی و مشکلات کند ذهنی و همچنین مشکلات جسمی دیگه دامنگیر اطفال و هموطنان ما میشه. در بزرگسالان بدبختانه باعث به وجود آمدن امراض مختلفه سرطانی و همچنین باعث افزایش سیستم دفاعی عضویت میشه که زمینه را به انتانات ثانوی و به میکروب‌های ثانوی مساعد میسازد. غلام محمد ملکیار، معاون مسلکی ریاست حفاظت از محیط زیست، تایید میکند که در افغانستان به ویژه در شهر کابل مشکل آلودگی محیط زیست و هوا روز به روز جدی‌تر می شود. وی دلیل آلوده شدن هوا را استفاده از تیل‌های غیر معیاری، سوختاندن اشیای چرمی و پلاستیکی و از بین رفتن ساحات سبز می‌داند. وی برای حل این مشکل ساخت سیستم زیربنایی شهر و آگاهی مردم را تاثیرگذار می‌داند. خود زیربنای شهری که فعلا در سطح شهر کابل و شهرهای دیگر وجود دارد ناقص است. تا زمانی که حدود 70 الی 80% زیربنای شهری کاملا آماده نشه، احیا نشد، مشکل است که در این قسمت گفته شود که آلودگی ها چقدر پایین آمده، چون اینمی زیربنای ناقص خودش باعث انتشار بیشتر آلودگی هوا میگردند. این در حال است که کارشناسان محیط زیست حالت شهرهای بزرگ از جمله کابل را خطرناک عنوان میکنند و علت آن را نبود سرسبزی، استفاده از تیل‌های بی‌کیفیت و توجه نکردن به محیط زیست دانسته و میگویند که روز تا روز اندازه اکسیژن کاهش یافته و مردم به مشکلات مواجه خواهند شد. آنان از دولت میخواهند تا در این راستا تدابیر جدی بگیرند. عبدالعزیز کریمی، تلویزیون آریانا، کابل. رویدادهای اقتصادی را نسرین جوینی تقدیمتان میکند. اما افغان بیسیم با ارائه یک اندیشه تازه توانست برای برقراری یک ارتباط معقول طرح جدید 2.99 افغانی را پیشکش مشترکینش نماید. شرکت مخابراتی افغان بیسیم نخستین مکالمه تلفنی را به افغانستان آورد و اکنون افغان بیسیم با پیشکش 2.99 بسیار ساده 2.99 افغانی فی دقیقه هر زمان به هر شبکه در افغانستان. بسیار ساده. ستاره 299 علامت نمبر بسیار آسان. با پیشکش 299 در هر گوشه افغانستان هر وقت و هر قدر خواسته باشید صحبت نمایید. میگم چرا اینا تا حال نرسیدن؟
اگر سکل هلمند باشه حال میرسن. موتور سکل هلمند سری و هم قشنگ است با جنبینای عالی سکل هلمند سکل هلمند با ماشین پرقدرت سری و هم پرسرعت چه خوش افکار و زیبا سکل هلمند سکل هلمند با فریم مستحکم جدید است و هم قشنگ با کیلومتر قشنگ سکل هلمند سکل هلمند موتور سکل مستحکم. خوش طعم و گوارا نوشابه سوپرکالا. یک دقیقه عمر کلون یک دقیقه عمر پیش می آورد سرفکسل با فرمول متخصص لکه‌گیری که لکه های مانند چای و کچپ را در یک دقیقه پاک می کند. سرفکسل داغ را در یک دقیقه پاک می کند. شرکت صنعتی تکتاس سیکلت ممثل کیفیت و استحکام. موتورسیکلت های 125 سی سی تکتاس با طراحی جدید و زیبایی متفاوت با 25000 کیلومتر گارانتی انجین همراه با خدمات پس از فروش. تکتاس سیکلت باور ایام در صنعت موتورسیکلت. تفاوت را احساس کنید. اینک تکتاس سیکلت با طرح جدید آماده است تا رضایت شما مشتریان گرامی را حاصل نماید. تکتاس سیکلت موتورسیکلت امروزی ها. آدرس هرات در بخش مقابل تانکتل شرکت تکتاس سیکلت. شماره های تماس 040 22 98 32 و 0700 400 421. یک دقیقه عمر کلون یک دقیقه عمر پیش می آورد سرفکسل با فرمول متخصص لکه‌گیری که لکه های مانند چای و کچپ را در یک دقیقه پاک می کند. سرفکسل داغ را در یک دقیقه پاک می کند. سلام، به خبرهای اقتصادی این ساعت خوش آمدید. اعتصاب کاری اتحادیه شرکت‌های حمل و نقل در بندر اسلام قلعه بنا به آنچه آنها بازداشت غیر قانونی 3 مسئول شرکت حمل و نقل از سوی سارنوالی عنوان کردند وارد 4مین روز شد. مسئولان سارنوالی هرات میگویند 5 مسئول شرکت حمل و نقل را به اتهام انتقال 921 موتر آهن بدون مسئول از مرز اسلام قلعه بازداشت کردند. فؤاد احمدی گزارش می‌دهد. مسئولان اتحادیه شرکت‌های ترانزیتی و بارچالانی در بندر اسلام قلعه هرات میگویند از چند روز بدین سو بیش از 1000 موتر باربری در این بندر در پی اعتصاب کاری این اتحادیه در حال توقف به سر میبرند. حاجی عنایت الله رئیس این اتحادیه میگوید 3 تن از مسئولان شرکت‌های ترانزیتی و بارچالانی به اتهام انتقال غیرقانونی چند اراده موتر باربری از اسلام قلعه بازداشت شدند. وی میگوید انتقال موترها در سال 2005 صورت گرفته که باید مسئولین گمرک هرات جوابگو باشند. اعتصاب ما برای از اینه که 3 نفر از رؤسای شرکت‌های بارچالانی ما به علت نامعلومی، به علت از اینکه ما هیچ سارنوالایی که از مرکز آمده اینا دستگیر کرده و فعلا در بند نظارت هم که هیچ اسناد مدارکی ندارم از اینا که اینا گویا یک تخطی یا یک تخلف کرده باشن. که او هشدار میدهد در صورتی که این افراد رها نشوند به اعتصاب کاریشان همچنان ادامه خواهند داد.
شماری از رانندگان موترهای باربری در بندر اسلام قلعه میگویند به دلیل توقف بیش از 1000 موتر باربری شامل مواد خوراکی، پوشاک و نفتی، نرخ اقلام مورد نیاز در بازار افزایش یافته است. بدون دلایل موجه، بدون از اینکه یک ثبوت اثبات باشه، اینا را در توقیفخانه انداختن دیگه. بنابراین به همین خاطر شما میبینید که امروز تعداد زیاد از دوستا جمع هستن اینجا و خواهان اعاده حقوق، حیثیت و آبروی خود است. عوام سرد بارش بریم از میشه ماشین من گاج بار داره. اگه میشه اینا پلاستیک ماده سلاخ شده باد بکنده اینا. اگه بارش کنه جواب از تاجر کی میده اینجا؟ از دیروز ساعت متول کس از ما نپرسیده. در این حال ماریا بشیر رئیس سارنوالی هرات میگوید 5 تن از مسئولان اتحادیه بارچالانی بندر اسلام قلعه هرات به اتهام انتقال بدون محصول 921 اراده موتر باربری آهن که در سال 2005 صورت گرفته بود از سوی 4 سارنوال لوی سارنوالی کشور بازداشت شدند. او میگوید این افراد تحت بازجویی قرار دارند و در صورتی که بیگناه شناخته شوند رها خواهند شد. مقام‌های ولایات غزنی و میدان وردک از تدابیر حفاظتی شاهراه کابل غزنی خبر می‌دهند. آنان تاکید می‌کنند که تلاش دارند با کمک مردم از تخریب بیشتر این شاهراه جلوگیری کنند. و گفته این مقام‌ها برای ترمیم قسمت‌های تخریب شده سرک و پلچک‌ها تیم بازسازی ولایتی غزنی مسئولیت پرداخت مصارف ترمیم مجدد آن را بر عهده گرفته که قرار است توسط اداره فواید عامه و شهروالی بازسازی گردد. از توجه و امرویتان جهان سپاس. به نام خدا و با عرض سلام خوش آمدید به اخبار ورزشی این ساعت. محمد رضا بصیر و جلیل احمد حسین زاده از طرف فدراسیون جهانی نیو فول کانتاکت به عنوان بهترین های این رشته در سال 2011 انتخاب شدند. این دو ورزشکار در سال 2011 توانسته بودند در مسابقات جهانی برای افغانستان مدال طلا به دست آورند. این برای نخستین بار است که ورزشکاری از افغانستان به عنوان بهترین ورزشکار رشته خود در جهان انتخاب می شود. در گذشته تنها محمد آزاد ورزشکار رشته ورزش‌های زورخانه افغانستان بود که توانسته بود به عنوان با اخلاق ترین بازیکن سال انتخاب شود. نجیب الله ایوبی به مقام قهرمانی اولین دوره مسابقات نمایشی مردان آهنین رسید. این مسابقات برای نخستین بار میان ورزشکاران این رشته راه اندازی شده بود. به گفته خواجه فرید صدیقی رئیس فدراسیون پاور لیفتینگ، این مسابقات به منظور شناسایی نفرات برتر برای راهیابی به مسابقات قوی‌ترین مرد افغانستان که در سال آینده برگزار می‌شود راه اندازی شده بود. تیم‌های فوتبال ولایات بلخ و ننگرهار برای مشخص شدن آخرین تیم راه یافته به بازی‌های قهرمانی زون‌های افغانستان عصر فردا به مصاف یکدیگر می‌روند. این دو تیم ساعت 1 بعد از چاشت فردا در استادیوم پروژه گل با یکدیگر دیدار می‌کنند. برنده بازی فردا به عنوان آخرین تیم ولایت راهی بازی‌های قهرمانی زون‌های افغانستان می‌شود. با تشکر از همراهیتان، موفق باشید. شبتان خوش. این هم پیش بینی وضعیت آب و هوای چند شهر بزرگ کشور. کابل آسمان آفتابی بلندترین درجه حرارت 7، پایین‌ترین منفی 2. هرات آسمان آفتابی بلندترین درجه حرارت 9، پایین‌ترین منفی 7. مزار شریف آسمان بارانی بلندترین درجه حرارت 3، پایین‌ترین منفی 6. جلال آباد آسمان آفتابی بلندترین درجه حرارت 20، پایین‌ترین 3. و در اخیر کندهار آسمان آفتابی بلندترین درجه حرارت 14، پایین‌ترین منفی 3. این بود تازه‌ترین خبرهای افغانستان و جهان که تقدیمتان شد. از اینکه ما را همراهی کردید سپاس.